Sponsored by IBS Group. دوستان عزیزم سلام عرض میکنم خدمتتون. امیدوارم که حالتون خوب باشه. یه روز دیگه و یه بار دیگه از این خواب مجدد در خدمت شما هستم. امروز در مورد یک مقوله‌ای میخوام صحبت بکنم که خیلی ساله تو دنیا داره در موردش صحبت میشه، ولی متاسفانه هنوز هم ما بهش توجه نمی‌کنیم و اگر امروز میخوام در این مورد صحبت بکنم با توجه به درخواست‌هایی است که برخی از کلاینت‌ها از ما دارن و وقتی نگاه می‌کنیم چه مسیر رو طی کردن، پی می‌بریم که در مورد ساده‌ترین اتفاقات توی سازمانشون علی‌رغم اینکه یک موضوع کاملا بدیهی هست ولی متاسفانه اقدام مثبت و موثری انجام ندادن. این آیتم هم این هست که مارکتینگ یا بازاریابی یا مدیریت بازاریابی از کجا باید آغاز بشه. بسیاری از صاحبین کسب و کار و بسیاری از بنیانگذاران کسب و کارهای مختلف ابتدای کسب و کاری رو خلق میکنن، یه محصولی رو به وجود میارن و بعد تازه به این فکر میکنن که یک واحد مدیریت بازاریابی ایجاد بکنن. و نکته غم انگیز این قضیه اینه که واحد فروش خودشون رو ایجاد کردن و بعد از یک سال فعالیت تیم واحد فروش تازه در اندیشه ایجاد واحد مارکتینگ میفتن. میخوام با این مدیران، به این بنیانگذاران و به این عزیزانی که سرمایه‌گذاری‌های کلان در حوزه‌های مختلف تولیدی و خدماتی انجام میدن، میخوام به این عزیزان بگم قبل از اینکه سازمانی رو ایجاد بکنید، قبل از اینکه کسب و کاری رو خلق بکنید و قبل از اینکه محصولی رو به بازار عرضه بکنید، باید در مورد پروسه مارکتینگ و جریانات و اتفاقاتی که توی بازار در مورد محصول پیشنهادی یا محصول مد نظر شما قرار اتفاق بیفته، باید در مورد اینها مطالعات عمیق بازار انجام بدید. در حال حاضر ما با برخی از کلاینتامون که صحبت می‌کنیم، حتی برای ورود به بازارهای جدیدی مثل بازار کانادا یا بازار ترکیه یا بازارهای حوزه آسیای میانه، قبل از اینکه حتی محصولی رو تولید بکنن، قبل از اینکه خط تولید رو تجهیز بکنن، ما براشون اقدام به مطالعات بازار میکنیم و با توجه به توانمندی هاشون، پتانسیل هاشون و ظرفیت هایی که دارن بهشون پیشنهاد میدیم تو چه حوزه هایی با چه قیمت هایی وارد چه نوع رقابت هایی بشوند. ببینید در بحث مطالعات بازاریابی ما به 4 تا پی اشاره میکنیم. 4 تا پی مهمی که هم در مکتب آقای کاتلر وجود داره و هم در مکتب مکارتی وجود داره. یعنی پی اول پرایس هست، در مورد قیمت میریم مطالعه میکنیم. پی دوم خود پروداکت، میریم در مورد محصول تحقیق میکنیم. پی سوم در مورد پروموشن، اصلا چجوری پروموتش کنیم، تبلیغش بکنیم، ارزش بکنیم. و در نهایت قضیه پی آخر که یکی از مهمترین پی ها در پروسه بازاریابی هست، بحث پلیس هست. شبکه توزیع، چگونه برسانیم به کدام مارکت، با چه ظرفیتی، با چه ناوگان لوجستیکی این محصول رو بتونیم عرضه بکنیم. پس توصیه آخر من و جمع‌بندی نهایی من این هست که قبل از هر اقدامی و قبل از هر تولیدی و قبل از ورود به هر بازاری در مورد پروسه واحد مارکتینگ خودتون بیشتر فکر بکنید. واحد اکانتینگ و حسابداری شما و واحد مارکتینگ 2 تا دپارتمان اصلی هستند که برای هر کسب و کاری قبل از هر اتفاقی باید متولد بشن. براتون آرزوی بهترین ها دارم. اگر کامنت و نکته‌ای دارید حتما توی دایرکت با ما در میان بگذارید. خدا نگهدار.